سلام، من ویتو هستم و امروز اومدیم با اریک. کجا بریم؟ خونه شرک، اونم با رفیقش رایان. میخوایم بریم به قلب رویای بچگی هممون. این سفر از لس آنجلس به پاریس شروع میشه با این دمپایی‌های مسخره شرک. پرواز بعدی مستقیم اسکاتلند. کسی که صاحبخونه است و خونه رو اجاره میده یه ماشین براشون فرستاده خفن. کیلومترها میرن تو جاده با این دمپایی‌ها. مرداب شرک وسط ناکجا آباده و تقریبا رسیدن. میرن توی جنگل و 3 2 1 my gosh، مثل یه رویاست. Bro, give me a hug, man. That is insane. We made it, baby. We made it. آدم باورش نمیشه که اینو از نزدیک میبینه و وارد خونه میشن. Oh my god. Oh my gosh. This is so cool. Get out of here. Oh my goodness, dude. It's so cozy. خونه همون خونه شرکه. البته زمینش چوبیه. همون اول یه نامه هست که میگه من خر شرک هستم و از دور همه شما رو زیر نظر دارم. Welcome to the swamp. میخواد شرک باشه. بسه بابا بسه، یه پیاز خوردی دیگه. خب حالا بریم خونه رو ببینیم. میز غذاخوری و این نوشیدنی شرک، شم، شومینه، صندلی خره که فکر کنم خیلی راحته. تخت شرک که اصلا راحت نیست. بیرون خونه یه مسیر داره که میره به دوش حموم، آینه و در نهایت خفن ترین نقطه، دستشویی. کی اینجاست؟ آخ ببخشید، فکر کنم فلافل خوردم. اینجا وسط یه جنگل بزرگه و اینطوریه که نهارشون اومد. وافل، بیکن، سوسیس، آب پرتقال، قهوه. با اینکه به نظرم این بیشتر صبحونه بود تا نهار، ولی به نظرم خیلی خوب بود. و حالا موقع خواب. رایان یکم میترسه اما ولش کن. روز بعد Ryan. پرام، رایان رفته. دیشب ترسیده بوده اما به هر حال اریک میخواد روز آخر یه کاری کنه. چه کار کنه؟ Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. کمی مسخره بازی و اینکه دیشب مثل اینکه 3 تا موش توی خونه بودن. حالا معلوم نیست که فقط یه صدای شبیه سازی شده بوده یا واقعا خونه موش داشته، ولی به هر حال تجربه عالی بود، مثل زندگی تو رویا. و این بود از اریک. واقعا اریک انگار توی قسمت توی رویاهای ما زندگی می‌کرد، رویای همه ما. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراهم بودید. همین دیگه، مخلصتونم. فقط بای.